کتاب آموس نبی باب یکم. داوری بر خلقهای همسایه. سخنان آموس که از چوپانان تقوا بود و در ایام اوزیا پادشاه یهودا و در ایام یاربعام ابن یوآش پادشاه اسرائیل 2 سال پیش از زمین جنبی آنها را درباره اسرائیل در رؤیا دید و گفت: خداوند از سیان نعره میزند و از یروشلیم آواز خود را میشنواند و چراگاه‌های چوپانان ماتم میگیرند و قله کرمیل خشک میشود. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت دمشق و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که جلعاد را با غلکوبک‌های آهنین کوفتند و آتش به خاندان حزائیل خواهم فرستاد و قصرهای بن هدد را فرو خواهد برد و غلقه دمشق را خواهم شکست و ساکنان را از وادی آوین و دارنده چوب دست سلطنت را از بیت عدن محو خواهم کرد و قوم ارم به قیر به اسیری خواهند رفت، میگوید خداوند. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت غزه و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که تمام جماعت را به اسیری بردند تا که به ادوم تسلیم کنند و آتش به حصار غزه خواهم فرستاد و قصرهای آن را فرو خواهد برد و ساکنان را از اشدود و دارنده چوب دست سلطنت را از اشقلون محو خواهم کرد و دست خود را بر اقرون خواهم برگردانید و بقیه فلیشتیان نیست خواهند شد، میگوید خداوند خدا. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت سور و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که تمام جماعت اسیران را به ادوم تسلیم کردند و عهد برادری را به یاد نآوردند و آتش به حصار سور خواهم فرستاد و قصرهای آن را فرو خواهد برد. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت ادوم و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که برادری خود را با شمشیر تعقیب کرد و رحم و شفقت خود را برهم داد و خشمش دائما شدت می‌یافت و غضب خود را همیشه نگاه می‌داشت و آتش به تیمان خواهم فرستاد و قصرهای بصره را فرو خواهد برد. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت بنی عمون و برای 4 جنایتشان غضبم را از آنها نخواهم برگردانید، چون که زنان حامله جلعاد را شکمچاک کردند تا که حدود خود را وسیع گردانند و آتش در حصار ربه خواهم در داد و قصرهای آن را در میان نداهای روز کارزار در تندباد روز طوفان فرو خواهد برد و پادشاه آنها به اسیری خواهد رفت، وی و میرانش همراه وی، میگوید خداوند. کتاب آموس نبی باب 2. دوام آن. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت موآب و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که استخوان‌های پادشاه ادوم را سوزانیده آهک گردانید و آتش به موآب خواهم فرستاد که قصرهای قریوت را فرو خواهد برد و موآب در میان غوغا و نداها و صدای شاخ خواهد مرد و داور را از درون آن محو خواهم کرد و همه میرانش را همراه وی خواهم کشت، میگوید خداوند. داوری بر یهودا و اسرائیل. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت یهودا و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که شریعت خداوند را ترک کردند و فرایض او را رعایت ننمودند و بت‌های آنها که پدرانشان پیروی می‌کردند آنها را در اشتباه انداخت و آتش به یهودا خواهم فرستاد که قصرهای یروشلیم را فرو خواهد برد. خداوند چنین میگوید: برای 3 جنایت اسرائیل و برای 4 جنایتش غضبم را از آن نخواهم برگردانید، چون که عادل را به نقره و کمبغل را در عوض 1 جفت کفش میفروشند. مشتاق آنند که غبار زمین بر سر مسکینان باشد و بینوایان را از راه میزنند و مرد و پدرش نزد 1 زن میروند تا که اسم قدوس برا به حرمت کنند و بر لباسهای گروی نزد هر قربانگاه میازند و شراب جزایافتگان را در خانه خدای خود می نوشند. و حالان که من اموریان را که مثل ارزها بلند قامت
و مثل بلودها به قوت بودند پیش آنها محو نمودم و میوه آنها را از بالا و ریشه های آنها را از پایان نیست کردم. و من شما را از زمین مصر بیرون آوردم و شما را در بیابان 40 سال بردم تا که زمین اموریان را تصرف نمایید و از پسران شما انبیا را و از جوانان شما نذیران را به میان آوردم. آیا همین طور نیست ای بنی اسرائیل؟ میگوید خداوند. ولیکن شما نذیران را شراب نوشانیدید و به انبیا فرمان داده گفتید که نبوت نکنید. اینک من شما را در جایی که می باشید فشار خواهم داد، چنان که عرابه پر از بندهای گندم فشار می دهد و برای تیزرو جای گریز نخواهد بود و زورآور با قوت خود غالب نخواهد شد و پهلوان جانش را به سلامت نخواهد برد و کماندار ایستادگی نخواهد کرد و تیزپا رها نخواهد یافت و اسب سوار جانش را به سلامت نخواهد برد. و کسی که جسورترین پهلوانان باشد در آن روز برهنه خواهد گریخت، میگوید خداوند. کتاب آموس نبی باب 3. کلام خداوند در حق تمام خاندان یعقوب. این کلام را بشنوید که خداوند در حق شما ای بنی اسرائیل، در حق هر قبیله که از زمین مصر بیرون آوردم به زبان رانده گفته است. فقط شما را من از همه قبیله های زمین شناختم، بنابراین شما را برای همه گناهاتان به جزا مستحق خواهم کرد. آیا دو کس یک جای راه می روند بی آنکه مصلحت را به یک جا مانده باشند؟ آیا شیر در جنگل نعره می زند اگر نخچیر پیش وی نباشد؟ آیا شیر بچه صدایش را از لانه خود می برارد اگر صید به دست نآورده باشد؟ آیا مرغ به دام روی زمین می افتد اگر توزاقی برای وی نباشد؟ آیا دام از روی زمین برداشته می شود اگر چیزی در آن نافتاده باشد؟ اگر در شهر شاخ نواخته شود، آیا قوم به اضطراب نمی آیند؟ اگر بر شهر مصیبت آید، آیا آن را خداوند به عمل نآورده است؟ آره، خداوند خدا کار نمی کند بی آنکه سری خود را به بندگانش انبیا آشکار سازد. شعر نعره زده است، کیست که هراسان نشود؟ خداوند خدا سخن رانده است، کیست که نبوت نکند؟ بر قصرهای اشدود و بر قصرهای زمین مصر اعلان نماید و بگوید، بر کوههای سامریه جمع شوید و بی ترتیبی های زیادی را که اندرون آن است و ستمهایی را که در میان آن است ببینید و آنها راستکاری را نمی دانند، میگوید خداوند. ثمره ظلم و تاراج را در قصرهای خود ذخیره می کنند. بنابراین خداوند خدا چنین میگوید، دشمن آمده در گرداگرد زمین جایگیر خواهد شد و شکوه تو را از تو فرود خواهد آورد و قصرهای تو گرفتار تاراج خواهد شد. خداوند چنین میگوید، چنان که چوپان 2 ساقی پا یا نرمه گوش را از دهان شیر رها میکند، آنچنان بنی اسرائیل که در سامریه بر گوشه بستر و بر جاگه دمشقی نشستند رها خواهند شد. بشنوید و به خاندان یعقوب شهادت دهید، میگوید خداوند خدا، خدای لشکرها. زیرا در روزی که من اسرائیل را برای جنایت‌هایش به جزا مستحق نمایم، برای قربانگاه‌های بیتیل نیز به جزا مستحق خواهم نمود و شاخهای قربانگاه شکسته بر زمین خواهد افتاد و خانه زمستانی را با یک جایگی خانه تابستانی خراب خواهم کرد و خانه‌های عاج تلف خواهد شد و خانه‌های بسیار نیست خواهد گردید، میگوید خداوند. کتاب آموس نبی باب 4. قربانی‌های در بیتیل آورده شده سبب غضب خداوند گردیده است. این کلام را بشنوید ای مادرگاوان باشان که بر کوه سامریه بوده. بینوایان را ظلم میکنید، کمبغلان را به تنگ میآورید و به آقایان خود میگویید بیارید تا که بنوشیم. خداوند خدا با قدسیت خود قسم خورده است که اینک ایامی بر شما می آید که شما را با چنگچه ها خواهند کشید و بقیه شما را با قلماق های ماهیگیری و هر یکی از شما از رخنه روبرویش بیرون خواهد رفت و حرم سرای خود را ترک خواهد کرد، میگوید خداوند. به بیتیل بیایید و جنایت کنید، به جلجال آمده جنایت را افزون نمایید و بامدادان قربانی های خود را بیارید
و در هر 3 روز عشرهای خود را و از خمیر ترش هدیه شکرانه بیارید و هدیه های اختیاری را نداکنان اعلان نماید، زیرا که این را شما ای بنی اسرائیل دوست می دارید، می گوید خداوند خدا. و من نیز تازگی دندانها را در همه شهرهاتان و کمی نان را در همه مکانهاتان به شما دادم، ولیکن سوی من بر نگشتید، می گوید خداوند. و من نیز وقتی که تا درف 3 ماه مانده بود، باران را از شما باز داشتم و بر یک شهر بارانیدم و بر شهری دیگر نبارانیدم. یک قطعه صحرا شاداب گردید و قطعه دیگر که باران بر آن نبارید خشک شد و اهل 2-3 شهر سوی یک شهر برای نوشیدن آب روانه شدند ولی سیر نشدند. ولیکن سوی من بر نگشتید، می گوید خداوند. شما را با باد سموم و خشکایی ضربه زدم. اکثر باغها و تاکها و درختان انجیر و زیتون شما را ملخ خورد. ولیکن سوی من بر نگشتید، می گوید خداوند. و بارا از قبیل آن که در مصر واقع شده است بر شما فرستادم. جوانان شما را به دم شمشیر کشتم، در صورتی که اسبهاتان به اسیری افتاد و تعفن اردوهای شما برآمده به دماغتان زد. ولیکن سوی من بر نگشتید، می گوید خداوند. اندرون شما خرابی به عمل آوردم، مانند خرابی که خدا در سدوم و عمورا به عمل آورده است. و شما مثل کنده نیم سوخته بودید که از میان آتش برآورده شده باشد. ولیکن سوی من بر نگشتید، می گوید خداوند. بنابراین با تو ای اسرائیل چنین عمل خواهم کرد و از بس که با تو چنین عمل خواهم کرد، تو ای اسرائیل خود را آماده نما که با خدای خود روبرو شوی. زیرا اینک او که کوهها را به وجود آورده است و باد را آفریده است و به آدمیزاد فکرهای خود را خبر می دهد، روشنایی و ظلمات را به عمل می آورد و بر بلندی های زمین قدم گذار می شود. خداوند خدای لشکرها اسم اوست. کتاب آموس نبی باب 5. اندوه خداوند درباره اسرائیل. این کلام را که من در حق شما ای خاندان اسرائیل همچون مرثیه به زبان میرانم بشنوید. دوشیزه اسرائیل فرو غلطیده است و دیگر نخواهد برخاست، بر زمین خودش پرتافته شده است و کسی نیست که ورا برخیزاند. زیرا که خداوند خدا چنین میگوید: از شهری که با 1000 نفر بیرون می آید 100 نفر برای خاندان اسرائیل باقی خواهند ماند و از شهری که با 100 نفر بیرون می آید 10 نفر باقی خواهند ماند. زیرا که خداوند به خاندان اسرائیل چنین میگوید: مرا طالب باشید و خواهید زیست، ولی بیتیل را طالب نباشید و به جلجال نآیید و به بیرشابه نگذرید، زیرا که جلجال به اسیری خواهد رفت و بیتیل به هیج و پوچ مبدل خواهد شد. خداوند را طالب باشید و خواهید زیست. مبادا غضب او مثل آتش در خاندان یوسف در گرفته و را فرو برد و کسی نباشد که آن را در بیتیل خاموش کند. ای که انصاف را به یفشان مبدل می نماید و عدالت را بر زمین می پرتاید. او که پروین و جبار را آفریده است و ظلمات را به صبح تبدیل می دهد و روز را شبی تاریک می گرداند و آبهای بحر را دعوت می نماید و آنها را بر روی زمین می ریزد. خداوند اسم اوست. او هلاکت را بر ضد زورآور قوت می دهد و هلاکت به قلعه داخل می شود. از کسی که در محکمه دلیل می آورد کراهت دارند و از شخصی راستگوی نفرت می کنند. بنابراین از بس که بینوا را پایمال کردید و از غله وی خراج گرفتید، خانه ها از سنگ تراشیده خواهید ساخت ولی در آنها ساکن نخواهید شد. تاک های دلپذیر خواهید پرورید ولی شراب آنها را نخواهید نوشید. زیرا می دانم که جنایت های شما چقدر بسیار و گناه های شما چقدر عظیم است. شخصی عادل را به تنگ می آورید، رشوه می گیرید و نسبت به کمبغلان در محکمه کجکاری می کنید. بنابراین شخصی با خرد در این زمان خاموش می ماند، زیرا که زمانی بد است. نیکی را طالب باشید، نه بدی را، تا که زیست کنید. و آنگاه خداوند خدای لشکرها با شما خواهد بود، چنان که می گوید: از بدی نفرت کنید و نیکی را دوست دارید و انصاف را در محکمه از نو برقرار نمایید. شاید خداوند خدای لشکرها بر بقیه یوسف مرحمت کند. روز خداوند.
بنابراین خداوند خدای لشکرها چنین میگوید: در همه میدانها نفحه خواهد بود و در همه کوچه ها خواهند گفت هیهات هیهات. و زراعتکار را برای ماتم گرفتن و نفحه‌گران را برای نفحه کردن خواهند خواند. و در همه تاکزارها نفحه خواهد بود، زیرا که من اندرون تو خواهم گذشت، میگوید خداوند. وای به حال مشتاقان روز خداوند! این روز خداوند به شما برای چی لازم است؟ آن تاریکی است و نه روشنایی، مثل این که کسی از شیر گریخته به خرس دچار شود و به خانه در آمده دستش را به دیوار بماند و مار او را بگزد. آخر روز خداوند تاریکی است و نه روشنایی و تیرگی است و درخش در آن نیست. قربانی ها بدون عدالت حقیقی قباحت است پیش خداوند. من از عیدهای شما کراهت و نفرت دارم و قربانی های شما را در مجلس های قومتان قبول نخواهم کرد. حتی اگر قربانی های سوختنی و هدیه های آردی خود را برای من بیارید، آنها دلخواه من نخواهد بود و به قربانی شکرانه گاوان پرواری شما نظر نخواهم انداخت. غوغای سرودهای خود را از من دور کن و نوازش بربطهای تو را من گوش نخواهم کرد. بگذار انصاف مثل آب و عدالت مثل نهر بی پایان جوش زده جاری گردد. آیا شما ای خاندان اسرائیل در بیابان در ظرف 40 سال قربانی ها و هدیه ها برای من آوردید؟ بلکه سیکوت ملیک خود و کیون بت خود، یعنی کبکب خدایان خود را که برای خود ساخته بودید برداشته گشتید و شما را من جلای وطن کرده به آن طرف دمشق خواهم راند، میگوید خداوند که خدای لشکرها اسم اوست. کتاب آموس نبی باب 6. وای به حال آنهایی که در سیان بی‌پروا میباشند! وای به حال آنهایی که در سیان بی‌پروا و در کوه سامریه دلپر میباشند! این نقیبان خلق خجسته که خاندان اسرائیل نزد آنها می آیند. به کلنه عبور نمایید و ببینید و از آنجا به حمات بزرگ بروید و به جت فلیشتیان فرود آیید. آیا آنها از این مملکت ها بهترند؟ آیا حدود آنها از حدود شما زیادتر است؟ آنهایی که روز بد را دور می اندازند و حاکمیت ستم را نزدیک می آورند. آنهایی که بر جاگه عاج می خوابند و بر بسترهای خود می یازند و بره های فربه را از میان رمه و گوساله ها را از پیش آخر گرفته می خورند. آنهایی که با نوازش بربد می سرایند و گمان آن که مثل داوود برای خود اسباب موسیقی اختراع می کنند. آنهایی که از کاسه ها شراب می نوشند و خود را با روغن های بهترین تدهین می نمایند و درباره شکست یوسف افسوس نمی خورند. بنابراین آنها اکنون در سر اسیران به اسیری خواهند رفت و شبخون عیاشان خاتمه خواهد یافت. خداوند خدا به ذات خود قسم می خورد و خداوند خدای لشکرها می گوید: من از افتخار یعقوب کراهت دارم و از قصرهای او نفرت می نمایم و شهر را با هر چی در آن است تسلیم خواهم کرد. و چنین واقع خواهد شد که اگر 10 آدم در یک خانه باقی مانده باشند، آنها نیز خواهند مرد. و هنگامی که ورا خویشاوند وی و سوزاننده وی بردارد تا که استخوانها را از خانه بیرون آورد و به کسی که در یک گوشه خانه باشد بگوید: آیا باز کسی با تو هست؟ وی جواب خواهد داد: هیچ کس نیست. و او خواهد گفت: خاموش باش تا که اسم خداوند ذکر کرده نشود. زیرا اینک خداوند امر می فرماید و خانه کلان گرد گرد می شود و خانه خرد پاره پاره. آیا اسپان بر صخره می تازند؟ آیا آن را با گاوها شدگار کردن ممکن است؟ زیرا که شما انصاف را به گیاه زهردار تبدیل داده اید و ثمر عدالت را به یفشان. شما که از ناچیز شاد می شوید و می گویید: آیا با قوت خود شاخها برای خود به دست نآورده ایم؟ اینک من می گوید خداوند خدای لشکرها: خلقی را بر ضد شما ای خاندان اسرائیل برمی انگیزم و شما را از درآمدگاه حمات تا نهر عرابا به تنگ خواهند آورد. کتاب آموس نبی باب 7. 3 رویا درباره داوری آینده بر اسرائیل.
خداوند خدا به من چنین رویا را نمایان کرد و اینک در ابتدای رویدن علف بیوقتی او ملخ را به وجود آورد و این علف بود بعد از درویدن علف پادشاه. و هنگامی که وی علف زمین را خورده تمام کرد من گفتم خدایا خداوندا لطفاً مرحمت نما. چگونه یعقوب قامت راست کند؟ وی بغایت خورد است. خداوند از این پشیمان گردید. این طور نخواهد شد گفت خداوند. خداوند خدا به من چنین رویا را نمایان کرد و اینک خداوند خدا آتش را خواند که داوری نماید و ورطه عظیم را فرو برد و قطعه صحرا را سوزانید و من گفتم خدایا خداوندا لطفاً بازدار. چگونه یعقوب قامت راست کند؟ وی بغایت خورد است. خداوند از این پشیمان گردید. این طور نیز نخواهد شد گفت خداوند خدا. و من چنین رویا را نمایان کرد و اینک خداوند بر دیوار عمودی ایستاده بود و شاقل در دستش بود و خداوند به من گفت ای آموس چی میبینی؟ گفتم شاقل. و خداوند گفت اینک شاقل در میان قوم خود اسرائیل میگذارم و دیگر از گناهشان گذرایی نخواهم کرد و بلندی های اسحاق ولنگار و قدس های اسرائیل خراب خواهد شد و بر خاندان یاربعام با شمشیر قیام خواهم کرد. کاهن بیتیل آموس را پیش پادشاه عیبدار می کند. و امسیا کاهن بیتیل نزد یاربعام پادشاه اسرائیل کس فرستاد تا بگوید آموس در میان خاندان اسرائیل بر ضد تو آشوب می اندازد. زمین نمی تواند همه سخنان او را گنجایش دهد. زیرا که آموس چنین می گوید یاربعام به دم شمشیر خواهد مرد و اسرائیل از زمین خود به اسیری برده خواهد شد. و امسیا به آموس گفت ای ولی رفته به زمین یهودا بگریز و در آنجا نان بخور و در آنجا نبوت نما. ولیکن در بیتیل دیگر نبوت نکن زیرا که قدس پادشاه است آن و خانه سلطنت است آن. و آموس جواب گردانده به امسیا گفت من نه نبی هستم و نه پسری نبی بلکه رمبان بودم و درختانی جومیز را می جستم. و خداوند مرا از خدمت گوسفندان گرفت و خداوند به من گفت رفته به قوم من اسرائیل نبوت نما. و اکنون کلام خداوند را بشنو. تو می گویی در حق اسرائیل نبوت نکن و در حق خاندان اسحاق سخن نران. بنابراین خداوند چنین می گوید زنی تو در شهر گرفتار زنا خواهد شد و پسران و دختران تو به دم شمشیر خواهند افتاد و زمین تو با رشته اندازه تقسیم کرده خواهد شد و تو بر زمین ناپاک خواهی مرد و اسرائیل از زمین خود به اسیری برده خواهند شد. کتاب آموس نبی باب 8. سبد پر از میوجات علامت زوال نزدیک اسرائیل. خداوند خدا به من چنین رویا را نمایان کرد و اینک سبد پر از میوجات. و او گفت ای آموس تو چی میبینی؟ گفتم سبد پر از میوجات. و خداوند به من گفت زوال قوم من اسرائیل فرا رسیده است. دیگر از گناهشان گذرایی نخواهم کرد و سرودهای قصر در آن روز به نفحت تبدیل خواهد یافت. میگوید خداوند خدا لاشه ها بسیار خواهد شد و در هر جا آنها را خاموشانه بیرون خواهند پرتافت. این را بشنوید ای مشتاقان پایمال کردن مسکینان و محو ساختن بینوایان زمین که میگویید نو ماه کی میگذرد تا که غله را بفروشیم و شنبه کی میگذرد تا که انبارهای غله را بگشاییم، وزن را کم و قیمت را زیاد کنیم و با ترازوی نادرست فریب دهیم، بینوایان را به نقره و مسکینان را در عوض یک جفت کفش بخریم و پس مانده غله را بفروشیم. خداوند به افتخار یعقوب قسم خورده است هیچ یکی از اعمال آنها را هرگز فراموش نخواهم کرد. آیا به این سبب زمین به جنبش نخواهد آمد و هر ساکن آن ماتم نخواهد گرفت؟ و آن سر تا سرش مثل نهر بلند خواهد شد و مثل دریای نیل مصر طغیان خواهد کرد و فرو خواهد نشست. و در آن روز چنین واقع خواهد شد میگوید خداوند خدا که غروب آفتاب را در نصف روز به عمل خواهم آورد و زمین را در عین روز روشن تاریک خواهم کرد و عیدهای شما را به ماتم و همه سرودهای شما را به نفحت تبدیل خواهم داد و بر هر کمر پلاس
و بر هر سر بیمویی خواهم آورد و این را مثل ماتم فرزند یگانه و آخرش را مثل روز تلخ خواهم گردانید. اینک ایام می آید میگوید خداوند خدا که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد، اما نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب، بلکه از شنیدن سخنان خداوند. و از بحر تا بحر و از شمال تا شرق حرکت خواهند کرد. گشت و گذار نموده کلام خداوند را جستجو خواهند کرد، ولی آن را نخواهند یافت. در آن روز دوشیزگان صاحب جمال و جوانان از تشنگی بیهوش خواهند شد. آنهایی که به گناه سامریه قسم خورده میگویند به حیات خدای تو ای دان و به حیات خدای بیرشابه فرو خواهند غلطید و دیگر نخواهند برخاست. کتاب آموس نبی باب 9. نبوت آخرین درباره پراکندگی. خداوند را دیدم که نزد قربانگاه ایستاده بود و گفت: سرهای ستونها را بزن تا که آستانه ها به لرزه آید و آنها را بر سری همه بیشکن و باقی ماندگان را من به دم شمشیر خواهم کشت. گریز پای از آنها نخواهد گریخت و نجات طلب از آنها نجات نخواهد یافت. اگر دوزخ را رخنه کرده فرود آیند، دست من آنها را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان صعود کنند، آنها را از آنجا فرود خواهم آورد. و اگر در قله کرمل پنهان شوند، آنها را از آنجا جستجو نموده خواهم گرفت. و اگر از پیش نظرم در قعر بحر روز شوند، در آنجا مار را امر خواهم فرمود که آنها را بگزد. و اگر پیشاپیش دشمنان خود به اسیری بروند، در آنجا شمشیر را امر خواهم فرمود که آنها را بکشد و من چشم خود را بر آنها برای بدی خواهم نگرانید و نه برای نیکی. و خداوند خدای لشکرها چون به زمین برسد، آن گداخته می شود و همه ساکنانش ماتم می گیرند و آن سر تا سرش مثل نهر بلند می شود و مثل دریای نیل مصر فرو می نشیند. او کشکهای خود را در آسمان بنا کرده است و گنبد خود را بر زمین برپا نموده است. او آبهای بحر را دعوت می کند و آنها را بر روی زمین فرو می ریزد. اسم او خداوند است. آیا شما ای بنی اسرائیل برای من مثل پسران حبشیان نیستید؟ میگوید خداوند. آیا اسرائیل را از زمین مصر و فلیشتیان را از کفتور و ارمیان را از قیر بیرون نآوردم؟ اینک چشمان خداوند خدا بر مملکت گناهکار است و من آن را از روی زمین محو خواهم کرد، اما خاندان یعقوب را کلیتاً تلف نخواهم کرد، میگوید خداوند. زیرا اینک من امر خواهم فرمود و خاندان اسرائیل را در میان همه خلقها خواهم بیخت، چنان که غله در غلبیر بیخته می شود و سنگچه بر زمین نمی افتد. همه گناهکاران قوم من به دم شمشیر خواهند مرد، یعنی آنهایی که میگویند این آفت به ما نخواهد رسید و به سر ما نخواهد آمد. از نو برقرار کردن سلطنت داوود. در آن روز من خیمه داوود را که فرو غلطیده است از نو برپا خواهم نمود و رخنه‌هایش را تعمیر خواهم کرد و خرابی‌هایش را از نو برقرار خواهم نمود و آن را مثل ایام قدیم بنا خواهم کرد، تا که آنها بقیه ادوم و همه خلق‌های را که اسم من بر آنها نهاده شده است تصرف نمایند، میگوید خداوند که این را به عمل می آورد. اینک ایام می آید میگوید خداوند که شودگار کننده به درفگر دچار خواهد آمد و پخش کننده انگور به کارنده و کوها شیره انگور را خواهد چکانید و بر همه تپه ها شیر جاری خواهد شد و اسیران قوم خود اسرائیل را خواهم برگردانید و آنها شهرهای ولنگار شده را بنا کرده در آنها ساکن خواهند شد و تاکها شینانده شراب آنها را خواهند نوشید و باغها پرورش نموده میوه آنها را خواهند خورد و من آنها را در زمینشان خواهم شیناند و آنها دیگر از زمینشان که به آنها دادم کنده نخواهند شد، میگوید خداوند خدای تو.